از این چیزا برای فلاح نمیدونم لانگه نمیدونم خیلی ماهی زیادی هم تو دریا میگرفتن هم توی بیل میرفتن اوره طرف نور که بدی از درونهنگ که بدی بالا همه جا پر ماهی بسیلاله هم بدی همه جا پر ماهی این با این اصلاله خراب شده به خاطر اینکه هم اندستری زیاده هم همه ماهی گیرن یه چیز زیادی اینجا شلوغه ولی گفت یکی از دلایلی که مالیات شده اینه که خیلی هم از این شوگرنسا خیلی شوگرنس که خوبه شوگرنس ویژیتاسیون میاره کرم میاره میگون میاره غذا میاره ولی شستیارنه این چیزا هستن اونا میزنن داغون ستاره دریایی چرا؟ زیاد میخورن دیگه ماهی ها بچه ماهی رو زیاد میخورن تغذیه میکنن آب چیز میکنن ولی ایندوستری بشته دیگه الان مثلا فیلم چند ساله هر دفعه رفتی شاید دو دفعه دوتا ماهی کشید ماکرل میگرفتی ولی مثلا اینجا مرکز شغله ولی کارخونه گیبسازی اون بر کاری که کنم برای شده داغون میکنن کاری که کنم برای شده من اومدن الان فیسکه مقاله نوشتم یه فیسکه مثلا من اگه برم در هفته 2 دفعه هم برم ماهی چند تا ماهی میگیرم من میتونم نسل اینو بردارم یا یه کارخونه که میزنه میلیون رو از بین میبره اون کارخونه رو یه کاریش بکنید اسپورت فیسک یا کسی که میندازه نسل ماهی رو میگیره ولی اسپورت فیسکل که کاری نمیکنه تازه نسل بیشتر اسپورت فیسکل ها ماهی رو میگیرن ول میکنن ماهی رو کسی نمیبره با خودش موته میکنه یه کنر بره بشه وزیر اقتصاد یه دونه حالا دیگه این اصلا چی میدونه از اقتصادی فقط جیب مردم رو میدونه که فلوس شکلی باشه رفاه مردم نمیشه این مملکت اینجوری شده دیگه الان هم یه مقاله نوشته بود گفتش که توی ژاپن از هر 10 تا بچه 9 تاشون عقب افتاده است یکیشون تیز میشه توی ایران از هر 10 تا بچه 9 تاشون باز میشن ولی یارو زیرش از سوال کرده بود چرا ژاپن اینقدر پیشرفته است ایران اینقدر عقب افتاده گفت تو ژاپن اون یه دونه رو میکنن سرپرست اون نوتای دیگه توی ایران اون احمقه رو میذارن احمق‌تری رو اینجوری شده دیگه بعد چند وقت گذاشتم یه جا ترینینگ میکنن حداقل بین 3 تا 5 سال حداقل یا نه من میزونم